سلام، امیدوارم خوب باشین. از اینکه این ویدیو رو نگاه میکنین ازتون ممنونم. ویدیو امروز در مورد یه سری کتاب ها هست که میخوام بهتون معرفی کنم و اینکه چجوری سطح زبانی اون کتابی رو که داریم مطالعه میکنیم یا از طرف مؤسسه به ما معرفی شده رو بشناسیم. قبل از اون میرم در مورد حوزه مورد علاقه خودم بگم صحبت میکنم که مطمئناً شما هم دوست خواهید داشت که English for Specific Purposes یا انگلیسی با اهداف ویژه هست که به دو گروه English for Academic Purposes and English for Occupational Purposes میتونیم تقسیمش کنیم. یعنی انگلیسی برای اهداف تحصیلی یا آموزشی و انگلیسی برای اهداف شغلی هست. واقعیتی که هست من این حوزه رو دوست دارم به خاطر اینکه درسته که یادگیری زبان توی مؤسسه ها توی کلاس های عمومی بسیار لذت بخشه، ولی خیلی وقتا پیش اومده طرف گفته من واسم مهم نیست که اون نمیدونم خواننده پاپی که داره این موسیقی رو کار میکنه مثلا جایزه برده، چرا من باید اینو یاد بگیرم و چه فایده ای داره برای من. و متاسفانه مدرس ها اون توانایی رو برای باز کردن موضوع ندارن، بعضی وقتا زمان کافی رو ندارن که توضیح بدن که این فقط یه نمونه یا یک مثال هست که شما رو آماده کنه برای استفاده از این لغت یا از این گرامر یا دستور زبان، و اون فرد بعد از یه مدتی بعد از چند لول ترجیح میده که رها کنه یادگیری زبان رو. و تقریبا هممون تجربیاتی مثل این رو داریم. پس اول از همه بریم سراغ کتاب هایی که میخوام بهتون معرفی کنم. اول اینو بگم قبل از که این ویدیو رو ریکورد کنم، یه بار ریکورد کردم و یادم رفته بود میکروفون رو روشن کنم، از هند فری استفاده کردم این سری. خب کتابی که برای یادگیری لغت میخوام بهتون معرفی کنم که یادگیری لغت یکی از دغدغه هایی هست که خیلیا در هر سطح زبانی باشن باهاش روبروان و نگران این هستن که وای من این کلمه رو نمیدونم، وای من نمیدونم این کلمه رو چجوری استفاده کنم. و کتابی رو که میتونم بهتون معرفی کنم و در دسترس هست کتاب Oxford Word Skills که توی 3 لول طراحی شده. Elementary, Intermediate و Upper Intermediate هست که اگه بخواین لولش رو بر اساس Common European Framework که توی پست قبلی در موردش توضیح دادم در نظر بگیریم، مثلا این کتاب Elementaryش لول A1 and A2 هست. چیزی که در مورد کتاب‌های لغت بهتون پیشنهاد میدم این هست که فکر نکن چون که Elementary هست که اصلا من دارمش ولش کنم بندازمش بیرون. نه، بعضی موقع همون کتاب Elementary میتونه به شما کمک کنه که یه سری لغات خیلی مرسومی که شاید شما نشنیده باشین رو یاد بگیرین. بر همین این کتاب رو من بهتون پیشنهاد میکنم که هر 3 تاش رو کار کنین و فکر نکنین چون که من لولم آپر اینترمدیت هست اون الیمنتری ممکنه اصلا به دردم نخوره. سطحتون بالاتر هست مطمئنم، ولی میدونم که میتونه تا یه حدی بهتون کمک کنه. So this is Oxford Word Skills که برای یادگیری لغت هست، جزء کتاب‌هایی که خیلی مرسومه و مورد استفاده است. در مورد Common European Framework هم که صحبت کردیم، گفتیم که A1, A2, B1, B2, C1 و C2 لول هایی هست که توی این فریمورک در نظر گرفته شده و صرفاً مربوط به زبان انگلیسی نیست. هر زبان آموزی که هر زبانی رو داره یاد میگیره طبق این فریمورک میتونه ارزیابی بشه و کسی که C1, C2 مخصوصا C2 که باشه، یعنی از نظر ارزیابی لول C2 در نظر گرفته بشه، یعنی اون فرد در اصل میتونیم بگیم که مثل زبان مادری داره زبان دوم یا سوم رو
صحبت میکنه. پس این در مورد Common European Framework هست. در مورد English for Specific Purposes که صحبت کردیم، یکی از چیزایی که امروزه خیلی مورد توجه هست آزمون‌های زبان انگلیسی هست، IELTS، TOEFL و آزمون‌های دیگه‌ای که داره برگزار میشه و مطمئنا کتاب‌هایی برای اونا هست. انتشارات مختلف مثل کمبریج، پیرسون، آکسفورد همه دارن کتاب‌هایی منتشر میکنن و معمولا لیول ها روشون مشخص شده، ولی برای آزمون‌های آیلتس ما بند سکور یا اون چیزی که اون سکور یا امتیازی رو که میگیرن نوشته میشه. مثلا انتشارات کالینز یک کتابی داره که قبل از کتابای آمادگی آیلتسش هست، Get Ready for IELTS هست که گفته بند سکور 3.5 تا 4.5 در نظر گرفته میشه. و انتشارات مکمیلان هست، مثلا گفته که برای کسایی که میخوان سکور 4.5 تا 6 بگیرن، یعنی لیول کتاب B2 هست. اگه دقت کنین Common European Frameworkش رو B2 زده. یکی از کتاب‌های خیلی مورد استفاده برای آموزش IELTS Mindset for IELTS هست، انتشارات کمبریج. نمیتونم بگم بهترینیه که دیدم، ولی کتاب بدی هم نیست، که کتابایی که همراهش معرفی کرده این ورژن قدیمیشه، اون نمونه های آزمون آیلتس هست که نشون داده. مثلا آخرین آیلتسی که اگه اشتباه نکنم آیلتس 19 هست که نمونه های تستش رو شما میتونید ببینید. جدا از English for exam preparation یا آمادگی برای آزمون، ما انگلیسی برای اهداف خاص رو داریم. فرد میگه که من توی یه شرکت دارم کار میکنم و زبان انگلیسی که نیاز دارم مربوط به اونه، یا من توی هتل دارم کار میکنم زبان انگلیسی خاصی رو نیاز دارم. بنابراین یه سری کتاب ها هست که میتونه به شما کمک کنه. چیزی که هست English for occupational purposes، انگلیسی برای اهداف شغلی، یا English for specific purposes، انگلیسی برای اهداف خاص، معمولاً برای لیول هایی بالاتر از A2 در نظر گرفته میشه. نمیگم همیشه، ولی معمولاً اینجوری هست. یعنی یه دانش اولیه‌ای فرد در مورد اون زبان داره و بعدش میخواد به صورت تخصصی تر مکالمات حوزه کاری خودش رو یا نگارش حوزه کاری خودش رو انجام بده. مثلا اینجا English for Customer Care، ما خیلی از شرکت ها رو داریم که مستقیما با مشتریانشون در ارتباط هستن و لازم هست که زبان مربوط به اونها رو استفاده کنن، لغاتشون، چجوری تلفن جواب بدن، چی کار باید بکنن، چجوری نامه نگاری کنن و اینها رو توی English for Customer Care میتونن داشته باشن. English for Human Resources، انگلیسی برای منابع انسانی. English for Telephoning، من میخوام تلفن بزنم توی مکالمه، چجوری مکالمه‌مو شروع کنم، چجوری تموم کنم، چجوری موضوعات مختلف رو بگم به جایی که تماس میگیرم، چه چیزایی رو باید در نظر بگیرم. English for Meeting، بیشک یکی از کتاب‌های مورد استفاده هست توی حوزه بیزنس، توی حوزه شرکت ها، حتی توی محیط های آموزشی. English for Emails، English for Accounting، انگلیسی برای حسابداری یا کسی که توی موضوعات حسابداری داره کار میکنه. English for Presentation که بسیار مهمه، هم توی محیط های آموزشی ما نیاز داریم که بدونیم چجوری من باید پرزنتیشن انجام بدم، چجوری باید شروع کنم صحبتم رو، چجوری باید تموم کنم، اگه دارم سلاید آماده میکنم چه چیزایی رو باید قرار بدم، چیا باید بنویسم. مطمئنا کمک می‌کنه. یه سری کتاب هم داریم که تخصصی برای حوزه بیزنس هست که مارکت لیدرز، این هم لیول بندی هست بر اساس
Common European Framework شما میتونین ببینین لول های مختلفش رو. کتاب بعدی نیست، خیلی تخصصی تر تو حوزه کاری تمرکز داره و میتونه به شما کمک کنه. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. منو ببخشید که اول کار هست، اولین ویدیوها هست و نظراتتون، سوالاتتون و کامنت هایی که میذارین مطمئنا به من میتونه کمک کنه. امیدوارم خوب باشین و خدا نگهدار.